الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. و معتقدیم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و پیامبر برگزیده الله و رسول پسندیده اوست و رسوله المرتضى و انه خاتم الانبیاء و امام الاتقیاء و سید المرسلین و حبیب رب العالمین. و معتقدیم که ایشان خاتم پیامبران و پیشوای پرهیزگاران و سرور رسولان و محبوب پروردگار جهانیان است. و کل دعوى النبوة بعده فغی و هوى. و هر گونه ادعای پیامبری پس از نبوت ایشان گمراهی و هواپرستی است. و هو المبعوث الى عامة الجن و کافة الورى بالحق والهدى و بالنور والضیاء. و ایشان با حق و هدایت و نور و روشنایی به سوی عموم جنها و تمام انسانها مبعوث گشته است. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما عزیزان بودم، مطالبی رو در مورد نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و این مطلب که محمد صلی الله علیه و سلم بنده برگزیده و پیامبر برگزیده الله متعال و آخرین پیامبران و خاتم الانبیا هستم، مطالبی رو بیان کردم و آیاتی رو از قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خدمت شما در این زمینه بیان کردم. در ادامه همین مطلب و با همین موضوع امام طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید که بعد از این که مطالب قبلی رو بیان می کند و می فرماید: و ان محمدا عبده المصطفى و نبیه المجتبى و رسوله المرتضى و انه خاتم الانبیاء، در ادامه می فرماید که و امام الاتقیاء و سید المرسلین و حبیب رب العالمین. محمد صلی الله علیه و سلم پیشوای پرهیزگاران است و سید المرسلین سرور و آقای پیامبران و انبیاء الهی هست و حبیب رب العالمین و محبوب پروردگار جهانیان هست. می‌فرماید و امام الاتقیاء، محمد صلی الله علیه و سلم امام هست و امام پرهیزگاران هست. ما می‌دانیم که امام اونگونه که ما مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم و می‌دانیم که امام به معنی این هست که بقیه مردم باید به اون اقتدا بکنند. در پیش نمازی که در نماز ما وجود دارد، پیش نماز و امامی رو که ما در نماز داریم،
به این معنی هست که این در واقع مقتدای ما هست. ما در اعمال خودمون در هنگام نماز از این امام پیروی میکنیم. هر عملی را که امام انجام میدهد ما پشت سر اون و به اقتدا از اون امام اون اعمال رو انجام میدهیم. پس بنابراین معنی امام این هست که باید به امام اقتدا کرد، ائتمام کرد. امام به معنی پیشوا و رهبر هست. به این خاطر است که الله متعال هم در جایی که ما را دستور میدهد به اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم و این یک وظیفه شرعی هست برای ما مسلمانان. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را مبعوث کرده، فرستاده برای این که دین شرعی را و شریعت اسلامی را برای ما ابلاغ بکند و هر موردی را که از جانب الله متعال به ما ابلاغ می شود ما باید اون مورد را قبول بکنیم، به اون ایمان داشته باشیم و پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. بین خاطر الله متعال در سوره آل عمران آیه 31 می فرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما واقعا ادعای محبت الله را دارید که شما با الله متعال دوستی و محبت دارید، راهش این است که از من اتباع بکنید و پیروی بکنید. و قطعا این گونه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم امام ما مسلمانان هست و در زمینه دین و در زمینه امور شرعی ما باید از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنیم. و در جای دیگر خداوند متعال می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، در زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما یک اسوه حسنه هست، یک الگوی کامل و نمونه هست که شما باید در زندگی خودتان از این الگو باید پیروی بکنید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعا امام بودند و ایشان امام الاتقیا هستند، پیشوای تمامی پرهیزگاران و تمامی انسانهای متقی و خدا ترس رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. و این را ما در سیره و زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم مشاهده کردیم و در کتابها ذکر شده و بیان شده که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل نبودند، بیرون تشریف بردند. چند نفری آمدند در منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم و از ازواج مطهرات در مورد عبادت ایشان سوالاتی رو کردند. و بعد از این که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داد که عبادت رسول الله در منزل این گونه هست، چه اندازه نماز میخواند و چه عبادتی رو انجام میدهد، در ادامه روایت اومده که انهم تقالوها، پیش خودشون فکر کردند که این عبادت رسول الله اندک هست و کم هست و این را این گونه توجیه کردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم گناهی رو ندارند و گناهی رو نکردند و اگر هم گناهی از اون سر بزند الله متعال اعلام عفو و بخشش کرده برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و من و شما باید عبادت بیشتری رو انجام بدهیم. یکی از اونها نذر کرد که من همیشه روزه میگیرم، اصلا افطار نمی کنم. کسی دیگر نذر کرد که من همیشه شبها بیدار میمانم و عبادت میکنم و نمیخوابم. شخصی دیگر گفت که من در طول زندگی به عبادت الله متعال مشغول خواهم شد و اصلا ازدواج نمی کنم تا اینکه وقتم صرف زن و فرزند بشود. و رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعد از این که اطلاع پیدا کردند از این واقعه اومدند و در مسجد خطبه ای را ایراد فرمودند و در ضمن اون خطبه و سخنان فرمودند والله انی لاتقاکم لله و اخشاکم له، به خدا قسم من از تمام شما بیشتر از الله متعال میترسم، تقوا و پرهیزگاری من از تمامی شما بیشتر هست. پس بنابراین قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم امام الاتقیا هستند، پیشوای انسانهای برگزیده و انسانهای خدا ترس و پرهیزگار. و در ادامه میفرماید که و سید المرسلین، که رسول الله صلی الله علیه و سلم سید المرسلین هست، آقا و سرور پیامبران هست. ما این رو میدانیم در آیات قرآن بیان شده که الله متعال بسیاری از این پیامبران را برگزیده
و یک ویژگی به اونها عنایت کرده که عموم پیامبران و انبیای الهی اون ویژگی و اون خصلت را ندارند. هر پیامبری را ما میبینیم که الله متعال یک ویژگی خاصی داده، برخی از پیامبران را بر برخی دیگر یک نوع برتری و خصوصیتی الله متعال عنایت کرده. الله متعال میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ما این پیامبران را برخی را بر برخی دیگر فضیلت و برتری دادیم. منهم من کلم الله، بعضی از اونها افرادی هستند که الله متعال با اونها صحبت کرده، هم کلام شده، مانند حضرت موسی علیه السلام. و رفع بعضهم درجات، برخی از این پیامبران را الله متعال درجه های عنایت کرده که به بقیه پیامبران عنایت نکرده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم سید المرسلین هستند که الله متعال ایشان را به عنوان برترین پیامبر اولوالعزم و سید المرسلین انتخاب کرده. در روایاتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که انا سید الناس یوم القیامه، در صحیح بخاری هست که من سید مردم هستم، من آقا و سرور مردم هستم در روز قیامت. و قطعا هم این گونه خواهد بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در دنیا سید بودند و آقا و سرور تمام انسانها بودند و هم در آخرت. در حدیث دیگر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که انا سید ولد آدم یوم القیامه، در روز قیامت من سید بنی آدم هستم، من سرور و آقای همه هستم. و اول من ینشق عنه القبر، و اولین کسی هستم که قبرش شکافته می شود و زنده می شود و از قبرش بیرون می آید. و اول شافع و اول مشفع، و من اولین کسی هستم که شفاعت می کنم و شفاعت من پذیرفته می شود. و در روایت دیگر همین مطلب بیان شده، با این تفاوت که در اون روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که انا سید ولد آدم ولا فخر، من جای افتخارم نیست، من فخر نمی‌فروشم به این مطلب، بلکه این یک واقعیت هست که من سید ولد آدم هستم، من سرور تمامی انسان ها هستم. در ادامه می‌فرمایند فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت من سید و سرور تمامی انسان ها هستم. این روایت را امام ابن ماجه در سنن خودش ذکر کرده و علامه البانی رحمت الله علیه هم این حدیث رو تصحیح کرده، به این معنی که این حدیث یکی از احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس بنابراین با توجه به این آیه قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله یکی از انسانهای برگزیده هستند، امام الاتقیا هستند و سید المرسلین هستند، برترین پیامبران و افضلترین پیامبران و انبیاء الهی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. امام طحاوی در ادامه می‌فرماید و حبیب رب العالمین، و رسول الله حبیب رب العالمین هست، یعنی محبوب الله متعال هست. ما میدونیم که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان خلیل خودش و به عنوان محبوب خودش انتخاب کرده. در روایتی هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که ان الله اتخذنی خلیلا، الله متعال مرا به عنوان خلیل انتخاب کرده، کما اتخذ ابراهیم خلیلا، همان گونه که ابراهیم هم خلیل الله هست. این روایت در صحیح مسلم حدیث 532 هست. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم اضافه بر این که حبیب الله هستند، محبوب الله هستند، بلکه خلیل الله هم هستند. از نظر ادبیات عرب و واژه‌هایی که برای محبت بیان می‌کنند، این محبت را 10 قسمت کردن، این 10 درجه و 10 پایه دارد. آخرین درجه محبت، بالاترین درجه محبت و دوستی درجه خلت هست، خلیل بودن هست، که این درجه را رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارا بودند، یعنی بالاتر از این که ایشان حبیب الله بودند بلکه خلیل الله هم بودند. در روایتی میخونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لو کنت متخذا من اهل الارض خلیلا، اگر من قرار بود که از میان انسانها برای خودم خلیلی را انتخاب بکنم،
و یک دوستی را که آخرین درجه دوستی را با اون داشته باشم انتخاب بکنم، لاتخذت ابابکر خلیلا، من قطعا ابوبکر را به عنوان خلیل خودم انتخاب میکردم. ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، اما صاحب شما، رفیق شما، یعنی اشاره میکند به خودشان، این صاحب شما و پیامبری که برای شما برگزیده شده این خلیل الرحمن هست. یعنی بالاترین درجه محبتی که یک انسانی میتواند با انسانی دیگر داشته باشد و اون همین درجه خلت هست و خلیل بودن هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خودش ثابت میکند که الله متعال مرا به عنوان خلیل برگزیده. یعنی این که هم الله متعال خلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، رسول الله بالاترین درجه محبت را با الله متعال داشتند و هم این که الله متعال محمد را به عنوان خلیل خودش انتخاب کرده. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم هم امام الاتقیا هست، پیشوای تمامی پرهیزگاران هست، و هم ایشان سید مرسلین هست، آقا و سرور تمامی پیامبران هست، و هم ایشان حبیب رب العالمین و خلیل الله و خلیل الرحمن هستند که بالاترین درجه محبت هست، محبتی که الله متعال با رسول الله دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم اون محبت را با الله متعال دارد. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله در خدمت شما باز خواهم گشت و مطالبی دیگر را در این زمینه خدمت شما بیان خواهم کرد. تا اون زمان با ما بمانید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قد سار في درب النبي صحب وأشراف. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه یکی از شما خواست غذا بخورد با دست راست بخورد و هنگامی که خواست چیزی بنوشد با دست راست بنوشد، زیرا که شیطان با دست چپ میخورد و میآشامد. نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قد سار في درب النبي صحب وأشراف. قبل از میان برنامه این مطلب رو خدمت شما بیان کردم که امام طحاوی رحمت الله علیه فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم امام الاتقیا و سید المرسلین و حبیب رب العالمین بودند. ایشان در ادامه مطالب می‌فرماید که و کل دعوى النبوة بعده فغی و هوا، هر ادعایی که مبنی بر ادعای نبوت باشد و هر کسی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعای نبوت بکند، این ادعا یک نوع ضلالت و گمراهی هست. و هو المبعوث الى عامة الجن و کافة الورى، و می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث هستند، برانگیخته شدند و فرستاده شدند برای عموم جنها و عموم انسانها، بالحق والهدى و بالنور والضیاء، که با حق و حقیقت و نور و روشنایی الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را برگزیده و فرستاده و مبعوث کرده برای مردم. این مطلب که هر ادعای نبوتی که بعد از رسول الله انجام بگیرد و هر کسی که بعد از ایشان ادعای نبوت بکند، این را ما میدونیم قطعاً که یک ادعای دروغین هست، یک گمراهی و ضلالتی بیش نیست. زیرا که در روایات داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که و انه سیکون فی امتی 30 کذابون، در امت من 30 نفر دروغگو خواهند بود که همه اینها ادعا می کنند که پیامبر هستند و مدعیان دروغین پیامبر هستند.
و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، من آخرین پیامبر هستم، من خاتم الانبیا هستم، من پایان بخش تمامی انبیاء الهی هستم که بعد از من نبی دیگری نخواهد آمد. و همچنین در آیات قرآن آیات قرآن میبینیم که الله متعال این رو بیان کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث خودش این مطلب را بیان کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر هستند و بعد از ایشان هیچ پیامبری دیگری نخواهد آمد. و این مقام نبوت و مقام رسالت یک چیزی نیست که انسان بتواند با استعداد خودش و با زیرکی خودش این مقام را کسب بکند. مقام نبوت یک مقام اکتسابی نیست، بلکه یک مقامی هست که الله متعال عنایت می کند. یک مقامی هست که قطعاً باید از جانب الله متعال انتخابی صورت بگیرد و انسانی به عنوان پیامبر الله متعال باید برگزیده بشود. وقتی که ما میگیم که نبی هست، رسول هست، به معنی این که خبر میدهد از جانب الله متعال، پیغام می آورد از جانب الله متعال. پس بنابراین الله متعال هست که باید این انسانها را برگزیند و به عنوان نبی و پیامبر اونها را مبعوث بکند و به اونها این رسالت را عنایت بکند. اون گونه که برخی از فلاسفه معتقد بودند که این نبوت یک چیز کسبی هست که انسان میتواند با اگر استعداد وافر و استعداد زیادی و زیرکی رو داشته باشد این مقام را برای خودش کسب بکند. خیر، بلکه مقام نبوت یک مقام خدادادی هست و یک انتخاب الهی هست که انسان در این زمینه هیچ گونه نقشی را ندارد. الله متعال می‌فرماید که الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس در سوره حج آیه 75 که الله متعال از میان انسانها و از میان فرشتگان رسولی را انتخاب می‌کند، پیامبرانی را انتخاب می‌کند. پس بنابراین قطعاً مقام رسالت و مقام نبوت یک مقام الهی هست، یک منصب الهی هست و الله متعال هست که پیامبران را انتخاب می‌کند. و خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم را به عنوان خاتم پیامبران و آخرین رسول و نبی انتخاب کرده. در این زمینه الله متعال می‌فرماید که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، اما رسول الله آخرین پیامبر خدا هست و پیامبر برگزیده خداوند متعال هست که محمد پدر هیچ کسی از شما نیست، بلکه محمد رسول الله هست و خاتم پیامبران هست. پس بنابراین همون ذاتی که پیامبران را برمیگزیند و پیامبران را انتخاب میکند و بعثت عنایت میکند، همون ذات برای من و شما اعلام کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت محمد آخرین نبی و آخرین پیامبر هست. پس بنابراین قطعا این گونه هست که علامه طحاوی رحمت الله علیه فرمودند که و کل دعوى النبوة بعده فغی و هوا، هر ادعای نبوت و هر گونه ادعایی در مورد ادعای رسالت و ادعای نبوت که بعد از رسول الله انجام بگیرد قطعا دروغین هست، قطعا جزء گمراهی و ضلالت چیزی دیگری نیست. و در روایت دیگر هم که در جلسه قبل اون خدمت شما بیان کردم که رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون را تشبیه دادن با اصل نبوت را به یک ساختمانی که تمام این ساختمان کامل هست به جز جای یک خشتی که ناقص هست. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که این خشت من هستم و انا خاتم النبیین و من خاتم پیامبران هستم و آخرین پیامبری هستم که الله متعال مرا انتخاب کرده. و در ادامه امام طحاوی رحمت الله علیه می فرماید که و هو المبعوث الى عامة الجن، رسول الله مبعوث شدند به سوی تمام جنها و کافة الورى و تمام انسانها بالحق والهدى و بالنور والضیاء. قطعا این گونه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالتشون یک رسالت عمومی هست،
هم برای انسانها و هم برای جنها. برای انسانها که ما میدونیم تمام آیاتی که خداوند متعال نازل کرده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که در اونها خطاب هست یا ایها الناس یا ایها المؤمنون خطاب شده که به تمام انسانها خطاب شده یا ایها الناس، پس بنابراین ایشان هم پیامبر انسانها هستند و هم پیامبر جنها. در مورد جنها میخونیم در سوره احقاف که الله متعال میفرماید که اون داستانی رو بیان میکند که برخی از جنها اومدند پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و شنیدند آیات قرآن را و دوباره بازگشتند پیش قوم خودشون و پیش جنهای دیگر و این گونه عرض کردند، این مطالب را بیان کردند که یا قومنا اجیبوا داعی الله، ای قوم ما، ای هم نوعان ما، شما اجابت بکنید داعی الله را که رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و آمنوا به و ایمان بیاورید به محمد یغفر لكم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم که شما گناهان شما را میبخشد و شما را از عذابی دردناک نجات خواهد داد. و همچنین الله متعال میفرماید که و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، ما تو را نفرستادیم مگر برای تمام انسانها و برای تمام عموم انسانها به عنوان بشیر و به عنوان نذیر. برای اونهایی که حرف را قبول میکنند، دعوت را میپذیرند، تو بشیر هستی، مژده میدهی به خیر و به بهشت، و اون کسانی که دعوت را قبول نمیکنند تو نذیر هستی و آنها را از عذاب الله متعال میترسانیم. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، در سوره اعراف الله متعال خطاب میکند به رسول الله که اعلام بکن که ای مردم من پیامبر الله هستم، من رسول الله هستم، برای تمام شما الله متعال مرا برگزیده. و در جای دیگر در سوره انعام الله متعال میفرماید که و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، این قرآن به من وحی شده تا اینکه شما را بیم دهم توسط این قرآن و من بلغ و هر کسی که این قرآن به اون میرسد. ما گرچه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتی نداشتیم و وجودی نداشتیم، اما باز هم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبر ما بوده و مسئول بودند و این رسالت را داشتند که قرآن را به ما ابلاغ بکند که توسط شاگردان ایشان نسل در نسل این قرآن به ما در واقع ابلاغ شده. و یکی از ویژگی هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند این بود که تمامی پیامبران مبعوث می شدند برای یک قوم خاص، برای یک قبیله خاصی، برای یک زمان محدود و مشخصی، برای یک مکان خاصی. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت ایشان یک رسالت عمومی و جهانی هست، هم در زمان حیات ایشان مبعوث بودند و هم برای تمام انسانهای زمان رسول الله و هم برای تمام انسانهای روی زمین تا قیام قیامت و برای تمام اقوام و برای تمام اماکن و ازمنه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبر مبعوث و برگزیده الله متعال هستند. در حدیثی که در صحیح بخاری و مسلم روایت شده رسول الله صلی الله علیه وسلم برخی از ویژگی های خودش را بیان می کند و می فرماید اعطیت خمسا لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی، الله متعال به من 5 مورد را و 5 ویژگی و خصوصیت را عنایت کرده که به پیامبران قبل از من عنایت نشده بود. و یکی از این مطالب را این گونه بیان می کند که و کان النبی یبعث الی قومه خاصتا، در زمانهای قبل وقتی که پیامبری مبعوث می شد فقط مخصوص یک قوم بود و ویژه یک قوم بود، یک پیامبر عمومی و جهانی نبود. و بعثت الی الناس عامتا، اما من به سوی تمامی انسانها و برای تمام بندگان خدا و برای تمام انسانها من مبعوث شدند. به این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک پیامبر جهانی بودند، پیامبر عمومی بودند، هم برای زمان خودشون، هم برای زمانهای بعدی، هم برای اهل مکه و برای تمام نقاط دیگر زمین،
هم برای انسانها و هم برای جنها ایشان پیامبر برگزیده الله متعال بودند و آخرین پیامبری بودند که الله متعال توسط ایشان و با بعثت و رسالت ایشان نبوت را و رسالت را خاتمه بخشید. بین خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که لا يسمع بی رجل من هذه الامه، هر کسی که از این امت صدای مرا بشنود، دعوت مرا بشنود، رسالت من به اون برسد، فرق نمی کند که یهودی باشد یا نصرانی باشد، ثم لا یؤمن بی، و به من ایمان نیاورد، الا دخل النار، هر کسی که صدای من و دعوت من، رسالت من و پیام من به اون برسد از این امت، یعنی در زمان رسول الله امت دعوت که هم شامل یهود و نصارا و بقیه کافران هست، هر کسی که این ندا و این دعوت را به اون میرسد و به من ایمان نیاورد، اون در روز قیامت جز انسانهای گناهکار خواهد بود، جز انسانهای کافر محسوب می شود که الله متعال او را به آتش جهنم خواهد انداخت. تنها راه نجات و راه رستگاری در این زمان بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تا قیام قیامت این هست که انسانها باید به بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورند، زیرا که محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر و آخرین رسول و برگزیده الله متعال هستند. تا جلسه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.